مجموعه‌ای از کشورهایی تبدیل شد که هنوز از ملت نشدند. شالوده حیات سیاسی در خاورمیانه یعنی دین را روس‌ها با کمونیسمشان و انگلیسی‌ها با ناسیونالیسم یا وفاداری دودمانی زیر سوال بردند. ایران انقلابی در جهان تشیع و اخوان المسلمین در مصر و سوریه و سایر کشورهای سنی مذهب این قضیه را زنده نگه داشتند. دولت فرانسه تنها قدرتی که اجازه داد دین اساس سیاست ولو سیاست فرانسه در خاورمیانه باقی بماند. از فرقه‌ای در برابر دیگران حمایت کرد. بدینسان اینجا هم پرونده باز ماند و مناقشات فرقه‌ای در دهه‌های 70 و 80 لبنان را به خاک و خون کشید. بر این باورم که سال 1922 نقطه بی بازگشتی بود که طوایف مختلف خاورمیانه در برابر یکدیگر صف‌آرایی کردند. از این رو هیجان و جذبه خاص سالهای مد نظر این کتاب 1914 تا 1922 در آن است که این سالها دوره‌ای سازنده و خلاق بوده که هر چیزی در آن ممکن به نظر می آمده یا واقعاً ممکن بوده است. عصری که اروپایی ها منطقاً ناسیونالیسم عرب و یهود را متحدان طبیعی یکدیگر می دیدند، زمانه‌ای که نه عرب ها بلکه فرانسوی ها دشمنان خونی جنبش صهیونیستی بودند و دورانی که نفت نقش مهمی در سیاست‌های خاورمیانه نداشت. ولی تا سال 1922 رفته رفته گزینه‌ها محدود و راه‌ها انتخاب شدند. خاورمیانه راهی را در پیش گرفت که به جنگ‌های بی‌پایان مثلا بین اسرائیل و همسایگانش یا بین چریک‌های رقیب در لبنان ختم شد و نیز به اقدامات روزافزون تروریستی، هواپیمایی ربایی، سوء قصد، کشتارهای پیاپی که به یکی از ویژگی‌های بارز حیات بین‌المللی در دهه‌های 70 و 80 بدل شد. اینها بخشی از آن میراث تاریخی اند که شرحشان در صفحات آینده خواهند آمد. دو داستان در کتاب نقل می شود که بعد به هم خواهند پیوست. داستان اول با تصمیم لرد کیچنر در ابتدای جنگ جهانی اول آغاز می شود. تقسیم خاورمیانه بعد از جنگ بین بریتانیا و فرانسه و روسیه. لرد به سر مارک سایکس مأموریت می دهد روی جزئیات این تصمیم کار کند.